نامه اومد. نکنه چیزی شده. صبح بخیر لمیس خانم. انعام خانم اومدن. جدی؟ خوش اومدین. چی شده؟ پس بابا کو؟ آروم باشین، الان بهتون میگم. چه اتفاقی افتاده؟ خواهش میکنم آروم باشین فیروزه خانم. سمر تصادف کرده. نگران نباشین، حالش خوبه. کاتیا! فیروزه خانم باور کنین سمر حالش خوبه. عدنانم الان کنارشه. خواهش میکنم منو ببرین پیشش. من میرم ماشینو بیارم. کاتیا! کاتیا! آروم باشین، من کمکتون میکنم. منم باهاتون میام. به این مریض خوب رسیدگی کنیم باشه؟ عدنان بیک، خدا بد نده. سلامت باشی آقا سلیمان. الان حال خانوم چطوره؟ بهتره. سلیمان سلام ما رو بهشون برسون. خیلی نگرانتون شدیم. اینجا همه بهتون سلام میرسونن. خدا رو شکر به خیر گذشت. آره خدا رو شکر. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. با اجازه به سمر خانومم سلام برسونین. انشالله هرچه زودتر حالشون خوب بشه. خدا نگهدار. بنده خدا خیلی خسته. مطمئنم چشم خوردن. خدا ما رو از بلای هرچی چشم شور دور نگه داره. مگه خودتون متوجه نشدین؟ این تصادف بهانه‌ای شد تا اینا دوباره با هم آشتی کنن. شروع شد. خجالت نمیکشی؟ بس دیگه. حتی توی این موقعیت هم دست بردار نیستی؟ نظرت چیه میرفتی تو برنامه رادیو کار میکردی؟ خدایا این دیگه چه زنیه؟ خیلی خوب زود باشید دیگه، به کارتون برسین. اگه بلایی سرش بیاد سمر زندانی میکنن. باید براش دعا کنیم که حالش خوب شه. مراد پاشو تکالیفتو انجام بده. تو رو خدا الان حوصله ندارم، بذار واسه بعد. من میرم اتاقم. چرا اینقدر راه دور شد؟ چیزی نمونده، داریم میرسیم. نکنه راهو گم کردیم. نه راهمو بلدم، دیشب از همین راه اومدم. بشرام تو همون بیمارستانه؟ وای اگه بابا رو ببینه خونه خرابم میکنه. اگه بهش بگه که رفتم به اون خونه چی داری میگی؟ وقتی فهمیدم بشرا خودکشی کرده مجبور شدم داستانو بهشون بگم، ولی مادمازل قول داد که به بابا نگه. وای نه، حال از دست تو داری چی کار میکنی؟ فیروزه خانومم راز نگه داره، به کسی چیزی نمیگه مگه نه؟ خواهش میکنم نهال، الان موضوع سمر برام مهمتره. معذرت میخوام. کارای مهند اصلا برام مهم نیست، نه بشرا نه کس دیگه ای، بس دیگه. باشه معذرت میخوام. ناراحت شدی؟ مهند بابا اونجاست. کجاست؟ دارن ازش بازجویی میکنن. حالش چطوره؟ فعلا حالش خوبه. زحمت کشیدید. منم باید برم بخش. فعلا خیلی با ممنون. اجازتون. انشاءالله زود خوب میشه. ممنونم. بابا جون. سمر دخترم، مواظب باش، آرومتر. تو حالت خوبه مگه نه؟
نگرانت شدم. خدا بد نده. خدا رو شکر به خیر گذشت. نگرانمون کردی. الان خیلی درد داری؟ خیلی. فیروزه خانم، باشه، عذر میخوام. بهتره بشینید و استراحت کنید.